سلام همگی، من سارام و اینجا کانال فرنچ اوک ساراست. میخوایم با هم دیگه برای شروع گرامر فرانسوی کتاب گرامر پروگرسیو رو شروع بکنیم. سعی میکنم که هر هفته یکی از مطالب رو براتون به صورت فیلم بذارم و با هم دیگه زبان فرانسوی رو به سادگی شروع بکنیم، مرحله به مرحله. جلسه امروز میخوایم در مورد گرامر درس اول صحبت بکنیم. بریم ببینیم که درس اول چی میخواد بهمون یاد بده. عنوان درس اول هست Vous êtes japonais؟ Oui, je suis japonais. در این درس به طور کامل میخوایم در مورد je suis صحبت بکنیم. این که چی هست، کجا استفاده میشه. je suis معنی من هستم میشه. من suis هستم. بریم با هم دیگه توی این ترکیب ببینیم چی میشه. Bonjour, je suis کنجی تاکاشی. سلام، من کنجی تاکاشی هستم. Bonjour, monsieur تاکاشی. Je suis ژین بوغل. سلام آقای تاکاشی، من ژین بوغل هستم. من suis هستم. توی کتاب گفته که دیت je suis کنجی تاکاشی. Ne dites pas suis کنجی تاکاشی. نمیتونیم جو رو حذف بکنیم، باید بگیم je suis کنجی تاکاشی. On dit aussi je m'appelle کنجی تاکاشی. پس تا اینجا فهمیدیم اگه بخوایم اسممون رو بگیم دو روش داریم. je suis کنجی تاکاشی، je m'appelle کنجی تاکاشی. دو تا از کاربردهای مهم دیگه je suis la nationalité et la profession. وقتی بخوایم در مورد ملیت و یا حرفمون صحبت بکنیم. با هم دیگه مثالش رو ببینیم. Vous êtes japonais؟ Oui, je suis japonais. تو ژاپنی هستی؟ بله، من ژاپنی هستم. Je suis japonais. Vous êtes médecin؟ Non, je suis chimiste. آیا تو پزشک هستی؟ نه، من شیمیدان هستم. چند تا نکته خیلی مهم رو اینجا میخوایم با هم ببینیم. Dites je suis médecin. Je suis chimiste. Ne dites pas je suis un médecin. Je suis un chimiste. مثل انگلیسی که میگیم I am a doctor، من یک دکتر هستم، تو فرانسوی نمیگیم این رو. اینجا داره این موضوع رو میگه. موضوع مهمه دیگه تلفظ ووزت هست، چون وو آخرین کلمش اس هست و کلمه بعدی با حروف صدادار شروع میخواد بشه، زد اینجا تلفظ میشه ووزت. توی کانال تلگرام تمرین مربوط به این صفحه رو براتون گذاشتم. یه نکته پایانی بگم، من هم مثل شما زبان آموز هستم و دوست دارم چیزهایی رو که یاد میگیرم با شما به اشتراک بگذارم. اگه براتون مفیده کانال رو سابسکرایب بکنید و برام کامنت بذارید، خیلی خوشحال میشم.